سلام بچه عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از آزمایشگاه کیمان. منم حسام به همراه اومدیم با یه ویدیو دیگه. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. قبل اینکه ویدیو رو ببینیم و معرفی بکنیم ویدیو رو، یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، آیدیستون این زیر میاد حتما فالو بکنید، کامنت بذارید که برای ما باعث دلگرمیه. خب ویدیو امروز چیه داریم؟ آزمایش رنگ‌ها. آزمایش رنگ‌ها. بچه‌ها می‌خوایم با شیمی براتون رنگ درست کنیم. یه سری آزمایش‌ها هستن توی شیمی که شما وقتی انجامش میدی رنگ‌های خیلی قشنگ درست می‌کنی. مثالشو میگی به ما؟ مثلا آزمایش مس با سود. مس با سود. خب الان اینجا ما مس. خب کیان اولین ویدیومون چیه؟ آزمایش پتاسیم پرمنگنات. پتاسیم پرمنگنات. الان یه توضیح بده به بچه‌ها اصلا بیشتر این آزمایش چیه؟ می‌خوایم یه واکنش شیمیایی رو انجام بدیم، رنگی که تولید میشه رو ببینیم. یه سری از آزمایش‌های شیمیایی هستن که برای ما رنگ تولید می‌کنن. اینجوری بهتره. پتاسیم پرمنگنات می‌ریزیم، روش آب می‌ریزیم. حالا برعکس بریزیم که قشنگ فرم بله، آب بریزیم، بعد پتاسیم. ارزم به حضورت که پتاسیم پرمنگنات آب هاشو این به صورت فاز رنگش چه رنگیه؟ سیاه مشکیه. این براقه بریزیم تو آب. تغییر رنگ. میشه آقا ببین چند خوشگله رنگش. رنگ ببین. خب این از آزمایش اول پتاسیم پرمنگنات یه رنگ بنفش خیلی زیبا. خیلی خوب بچه‌ها، تو این مرحله از آزمایش تولید رنگ با شیمی من میخوام از سود سودآور یا NaOH اسم دیگرش سدیم هیدروکسید به همراه سولفات مس استفاده بکنم تا رنگ آبی درست بکنم. این هم آب مقطره. آب مقطر رو به میزان لازم من میریزم داخل لیوان آبی. بسه اول کات. این هم اسم دیگهش کات کبوده بچه‌ها، مثل سولفات یا کات کبود. این هم سود سودآور. بله. رنگ سفید، رنگ نیم سفید، رنگ آبی داره. زمانی که کمتر بریزه این کمتر خوب. زمانی که من میریزم داخل آب، ببینید همش که بزنم آب من تغییر نمیده. به جاش چی میشه؟ این داخل تشکیل رسوب میده. میبینید یه چیز سفیدی توی آب. حالا از اینجا کامل مشخص نیستش. من اینجا مثل سولفات من به صورت کریستالی داره، ولی اگر من یه ذره سود بریزید، یه مقدار سود، یه مقدار خیلی کمی سود بریزم داخل این، چی میشه؟ رنگ میده، حل میشه. این دوتا داخل هم دیگه حل میشن و رنگ کار من میشه آبی. پس فهمیدید؟ حالا اگه من اینو بذارم بمونه به خاطر اختلاف چگالی و اینکه
خب اینجا رسوب تشکیل شده داخل آب. رسوب من آروم تحمیشی میشه و آب من از رسوبم جدا میشه. چرا کنیم؟ یارو در اینو واکن. بذار اول بگیم میخوایم چیکار کنیم. نه تو واکن. نه بذار اول بگیم چیکار کنیم بعدش. خب میخوایم رنگین کمون درست کنیم. باشه میمونه. برنامه این پارچه آب. من پنگولم بچه. برنامه بسته. سبک. برنامه‌مون با این پارچه. دقیقاً. تو بنگ نجم توجه نمی‌کنم چی میگی. این میله سول سودآور قبلا دیدیم ترکیبش. شوژه سودآور. پتاسیم پتاسیم و پرمنگنات با ساکاروز همون قند خوراکی. قند ساکاروز. بده اینجا قنده رو. بذاریم اینجا قنده رو اول خوب می‌کنیم. قنده رو اول می‌زنیم خوب می‌کنیم. خوب چیه بچه‌ها؟ من دیگه هوایی. خب ببین من اینو همش میزنم گرداب درست میکنم. اول سودو بریز، بعد این قنده رو بریز، ساکاروز رو بریز، بعد پتاسیم پرمنگنات. این رنگین کمون میشه. سودو قشنگ زیاد بریز، این رنگین کمون میشه. همینطوری که ما هم میزنیم رنگش هی تغییر میکنه. آماده این؟ آماده ایمون؟ دایی؟ نه آماده نیستی. من کم کم این گردابتون درست میکنم. بیشترم بریم، خودم بریم. ماشالله. خوب. سود. این از سود، این از قند. ماشالله. حالا پتاسیم پرمنگنات رو میریزیم و تغییرات بزرگ رو مشاهده میکنیم. پرمنگنات اول صورتی آبی سبز. الان سبز شد. هم بزن ماشالله. هم بزن ماشالله زرد شد. زرد که نشد دایی. الان که کوکاکولا میشه. الان شد کوکاکولا. همین چیز درست بکنم میشه اینه. ماشالله همینه. اطلاعات غلط نده. دقیقا میشابه. بایستا الان به قهوه‌ای میشه و زرد میشه. حالا اینو توش چی نیست؟ نه. به. تغییرات رنگ رو مشاهده کردیم. مثل اول بنفش، آبی، سبز، قهوه‌ای یا خرمایی. حتی خرمایی بیشتر. کوکاکولا. بسته. همین توش اسانس کوکاکولا بخرید بریزید یا عالی. بریم بالا. مرگ تزمینی. خب بچه آزمایش بعدی که میخوایم برای تولید رنگ براتون انجام بدیم اینه که ما 4 تا لیوان، این لیوانه یکم کثیفه. کارگردان بیا این رو بشور. آقا کارگردان دست کم از لیوان‌ریزی نداره اینجوری. میخواست پشت بگیر نباشه. باباش هم ببریم ماتنگی هست. عباس کیارستمی عموشی. فتحعلی اویسی داداششه. ابراهیم گلستان با بزرگش. نوع فرخزاد هم که مادر بزرگش. یه روز سوپ بزن خاله شد. من سیده. بسته. داغ بود. نموش کرد. این کی درست کرده؟ بشه این چیزا رو دست خره معرف کلمی که خودمون درست کردیم. ما فکر از خود کلمه استفاده میکنیم. مصالحه شد. مصالحه شد.
خود کلمه کسی این رو الان مثلا ما بریزیم دستمال کاغذی میذاریم خشک بشه بعد اون میشه معرف ما. خب بچه ما اینجا این مرسی ممنون این کیس جدید ما الان این حبابی که اینجا این بالونی که اینجا داشتیم رو کردیم از یه نوعی از معرف‌های پی‌پی‌هاش ویدیوی اسیدیته و پی‌هاشو براتون گذاشتیم برید حتما ویدیوشو نگاه کنید اگه ندیدید. نه بالا فیلم نداریم که آره من الان فقط میخوام که براتون یه رنگین کمان بر اساس خاصیت اصلی درست بکنم. بله. خب اولین کاری که کنید چیه؟ سدیم هیدروکسید سدیم هیدروکسید سوزآور. سود سوزآور. بله. بالا نمیگیره؟ بالا نه بذار اول اینا رو ترکیب بکنیم. بله. این هم میزنیم دیگه دایی؟ خب بیا این الان کاملا به رنگ سبز و زرد در اومد. بیشتر بگی زرد شد. آفرین. خب بس. بعدی که می‌خوایم قاطی بکنیم اسید خیلی قوی هست. خیلی خطرناکه واقعا. خیلی خطرناکه و سرکه و آب. خب من اینا رو شما اسید رو برید من سرکه رو میریزم. خیلی خطرناکه این اسیدا چون گیر نمیاد. این سرکه تو هم بزنم بچه این خوشگلی شما نمیبینید الان سرکه منم آب میریزم. اسید اونجوری نریزید. بس مرد مومن اینم آب مقطر. خب میخوایم تغییر رنگ‌ها رو بزنیم. حالا بگید اینا رو قشنگ بر اساس رنگ بیاد تنظیم دیگه پر رنگ پر کم رنگتن کم رنگتن نه این وسط این بیشتر خاصیت اسیدی خاصیت اسیدی کمه این بازیه اینم این خنثی اینم خیلی بازیه. خیلی خطرناکه بذارشون گوششون زمان شما تا الان رنگا رو ندیدید. کارگردان بیاریم بالا بچه‌ها رنگ بزرگ یه رنگ خود معرف چقدر میزه کثیف شده. بچه آزمایشگاه یعنی همین قشنگ از این بالا بگیر. این قشنگ ببین این معرفه بچه این معرف میبینم نمیشون این معرف این اسیدی ترین این سرکه این اسید سولفوریک سرکه آب خنثی سود سوزآور یا سدیم هیدروکسید زرد یعنی بازی این یعنی استاد یعنی خنثی این اسید ضعیف این دیگه اسید خیلی قوی. خب بچه‌ها این میزم کثیف متاسفانه میبینید. آزمایش‌های امروز 5 تا آزمایش بکنم درست یا 4 تا؟ بیشتر 50 تا خیلی. آزمایش پتاسیم پرمنگنات بود سود سوزآور با سولفات امروز کردیم بله با ساکاروز بله با آزمایش رنگین کمان رنگین کمان یا شناسیگر اسید و باد. خب ما 4 تا آزمایش امروز براتون انجام دادیم. ما با شیمی با کمک شیمی براتون رنگ‌های مختلف رو درست کردیم. امیدواریم که لذت کافی رو برده باشید. این آزمایش‌ها رو به هیچ وجه تو خونه انجام ندید. دیدید که الان دایکیان اومد اسید رو ریخت توی این ظرف شروع کرد برای خودش قرقر بکنه. خیلی خطرناکه. حتما اگر انجام دادید در کنار بزرگتر ما که میگیم انجام ندید. میخوای تو اون اسید بریزید. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده بوده باشید. تا ویدیوی بعدی